اگه چیدن 7 سیم برات سخت‌تر از خونه تکونی و خریدای عیده، چون یه پت شیطون داری که مدام از دست و پات بالا میره تا بتونه یه ناخونکی به 7 سینت بزنه، یا اگر که حیوان خونگی توی تمام تعطیلات در کمین سفره 7 سین نشسته، باید بگم که این ویدیو برای توئه تا بدونی کدوم یکی از خوراکی‌های سفره 7 سین برای پتت مناسبه که بخوره و کدوم نه. سبزی که با گندم یا خاک شیر یا عدس یا خیلی دونه‌های دیگه سبزش میکنن، برای سگا، گربه‌ها، همسترها، خرگوش‌ها، انواع توتیا و پرندگان و لاک‌پشت خوردنش موردی نداره. فقط نباید کلشو بذارین جلوش که بخوره دیگه. یعنی اگه اومد یه گاز و نوکی زد و کیفشو برد مشکلی نیست، ولی نباید حجم زیادی از اونو یه جا بخوره. بهتر حواست باشه که دونه‌ای که سبز ازش جوونه زده رو هم نخورن. برای این کار بهتر از یه ظرف سنگین و یکم بلند برای نگهداری از سبزتون استفاده کنید که دسترسی به بخش انتهاییش آسون نباشه. سنبل یا سوسن خوشرنگ برای هیچ کدوم از پتا خوب نیست و حتی برای بعضیاشون خیلی هم مضر و سمیه. پس لطفاً این سیم رو که هم خوشرنگ و هم خوشبو و میتونه جلب توجه هم بکنه از دسترس حیوان خونگیتون دور نگه دارید. به خصوص که سگا و گربه‌ها و خرگوش‌ها و البته برخی از توتیا مثل عروس هلندی به یه سری از گل و گیاها حساسیت شدیدی دارن و ممکنه باعث مسمومیتشون بشه. پس این یه مورد رو جدی بگیرین و ازش غافل نشین. یه وقت فکر نکنید که همه گیاه و علفا برای گربه ها خوبن ها. نه، برای مطمئن شدن از این یه مورد کافیه تو گوگل سرچ کنی گیاهان مضر برای سگ یا گربه که برات مقاله های مرتبط و لیست گیاهای مضر رو بیاره. ولی یه علف گربه داریم که برای گربه ها به خصوص خیلی خوبه که در موردش توی وبسایتمون هم اتفاقا صحبت کردیم. اگر میخوای با مزایا و معایبش آشنا بشی حتما بهش یه سری بزن. سرکه سیب یا انگور، مسئله اینه کلا باید اینو بدونی که بهتر سرکه انگور رو از سر سفره 7 سین حذف کنی و به جاش سرکه سیب بذاری، چون خوردن مقدار کمی از این سرکه برای گربه ها و سگا و همسترها و خرگوشا ضرری نداره. اما که بهتر از دسترس باقی پتا حتی سرکه سیب هم دور نگه داشته بشه. اگر هم سوالی داری که چی به عروس هلندی بدی و چی ندیم، بیا ویدیویی که این بالا گذاشتیم براتون همه رو گفتیم. این رو هم دقت داشته باشین که گفتیم یه مقدار کمی از سرکه، یعنی خیلی کم، در حد ناخونک زدن و چشیدن طعمش اشکالی نداره. نه که وایسین نگاه کنید پت قشنگتون داره همشو سر میکشه. سیر همونیه که باید کلن از دسترس هر نوپتی دور بمونه. اگر به ما باشه میگیم که این سینو با یه چیز دیگه مثل سکه و اینا جایگزین کنید. ولی خب هر کدوم از این سینا بنابر قاعده و باوری که دارن سر سفره 7 سین گذاشته میشن. پس فقط میتونیم بگیم که پت پرسیای عزیز، اگه سیر میذارین سر سفره چارچشی مراقب باشین که پتتون گازش نزنه و یه لقمه چپش نکنه ها. سیر و پیاز جزو خطرناکترین خوراکی‌ها برای انواع پتا به حساب میانن. این مسئله اصلا شوخی بردار نیست. اگرم خدایی نکرده توی دوران عید پتتون یه چیزی که نباید بخوره رو خورد یا هر مورد اورژانسی که پیش اومد، یادتون باشه که دامپزشکای ما 24 ساعته تو ایام عید هستن که کمکتون کنن. پس برو اپلیکیشن پت پرس رو همین الان نصب کن، اطلاعات حیوان خونگیت هم توش وارد کن که اگه یه موقع اتفاقی برای پتت افتاد سریع بتونی بری از ما مشاوره بگیری. سیب با هر شکل و رنگی، فرق نداره سیب سرخ یا گلاب یا زرد. معمولا بیشتر پتا سیب رو دوست دارن و میتونن بخورن. فقط یادت نره که هسته ها و شاخه سیب رو جدا کنی، چون که این بخشش سمی به حساب میاد و هیچ حیوان خونگی نباید اونو بخوره. برای بعضی از پتا هم هضم پوست سیب یکم سخته، پس میتونید پوست کندش رو بهش بدید اگر خیلی دلش میخواد. اینم فراموش نکنید که سیب قند داره و زیادش نه برای شما خوبه نه برای حیوان خونگیتون. پس میزان مصرفش رو کنترل کنید. مثلا یه سگ بسته به جثه و سن و سال و تحرکش شاید بتونه یه سیب گلابو که خیلی کوچیکه کامل بخوره، اما یه سیب سرخ بزرگو نباید کامل بخوره. خلاصه که مراقب سینای 7 سین تو سفره باشین که خیلی خاطرخواهاش زیادن. سمنوی خوشمزه.
سمنو چون از گندم تهیه شده قند و فیبر طبیعی داره و خوراک مضری به حساب نمیاد. البته این درباره سمنوهای صدق میکنه که واقعا طبیعی درست میشن و توشون شکر نمیریزن. اگه خودتون سمنو درست میکنین میتونین یه کوچولو از اونو به سگ یا گربه‌تون بدین، اما دادن اون به بقیه پتا پیشنهاد ما نیست. از طرف دیگه اگه سمنوهای بیرون رو میخرین و از اینکه توش شکر ریختن یا نه مطمئن نیستین، لطفا نذارین سگ و گربه‌تون ازش بخورن. بالاخره پیشگیری بهتر از درمانه، احتیاط هم شرط عقله. اگه سگ دارین، ویدیویی که این بالا میذاریم کمکتون میکنه تا اشتباهاتی که تو غذا دادن بهش انجام میدین رو اصلاح کنین. سنجد مقوی. خب ببینید، خوردن سنجد برای اکثر پت‌ها گزینه خوبیه، به شرطی که هسته‌شو درآورده باشین و بیش از حد هم خورده نشه، به خصوص اگر حیوان خونگیتون دچار اسهال شده. خوردن یکی دو تا سنجد توی این موارد میتونه به سفت شدن به شکمش کمک کنه و از اون طرف هم زیاد خوردنش میتونه پتو دچار یبوست کنه. پس در حد یه دونه سنجد مشکلی نداره، ولی بیشتر دیگه خودتون بهتر میدونین. اگر رسمتونه که سبزی پلو با ماهی بخورین و میخواین از اون به سگ یا گربه‌تون بدین، باید بهتون بگم که لطفاً این کارو نکنین. در عوض یه ماهی بدون تیغ برای سگ یا گربه جدا بپزین بدون هیچ ادویه و نمکی و اونو بدین بهش. اگر هم میخواین تفتش بدین یا یکم سرخش کنین، اصلا از روغن سرخ کردنی استفاده نکنید. فقط روغنای مجاز مثل روغن کلزا برای پتا مثلا میتونن استفاده بشن. کسایی که از پت پرس برای پتشون برنامه غذایی گرفتن میدونن که مثلا روغن کلزا یکی از روغناییه که ما خیلی پیشنهاد میکنیم و تو برنامه غذایی میذاریم. شیرینی هم در کل برای تمام پتا ممنوعه. شکلات هم همینطور. اصلا و ابدا این دو مورد رو جلوی چش حیوان خونگیاتون نذارید، چون خیلی راحت میتونن به قلب و سیستم عصبی و کلیه ها و روده هاش آسیب برسونن. آجیل اما قضیهش فرق داره. پت پرس بهتون میگه برای سگ و گربه از قانون آجیل بی آجیل استفاده کنید، ولی برای پرنده ها و خرگوش یه سری از مغزیجات مثل تخمه و بادوم زمینی اگرم بخوره یکم ایرادی نداره و نیاز به نگرانی نیست، ولی زیاد از حد نشه ها، چون همتون میدونید که غذای خرگوشا و جونده ها چیه؟ علوفه. بهترین غذا برای توتیا چیه؟ آفرین پلت. راجع به تغذیه جفتشون هم که کلی ویدیوهای مفصل ساختیم که تو کانالمون پیدا میکنید. درباره مغزیجات اینم بگم که کلا چربیشون بالاه و تعادل رژیم غذایی پتتون رو به هم میزنه. خب من عیدو از طرف خودم و تیم پت پرس یه بار دیگه بهتون تبریک میگم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. راستی برامون تو کامنت ها بنویسین ببینیم حیوان خونگی شما کدوم سینه سفره 7 سین رو بیشتر دوست داره و همش دوست داره بخوردش. و اینکه آیا تصمیم خاصی برای تغییر برنامه غذایی پتت توی سال جدید داری؟ اون تصمیم چیه؟ مرسی که امروز هم همراه هم بودین. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.